دعای شکرانه برای نجات. برای سردار مغنیان ترانه داوود. خداوندا از قوت تو پادشاه خرسندی می کند و از نجات تو بسیار شاد می شود. مراد دلش را به او عطا فرموده ای و طلبهای لبانش را رد نکرده ای. سیلا. زیرا که او را با برکتهای خیرخواهی پیشواز گرفته ای، تاج از زر خالص بر سر او گذاشته ای. از تو حیات پرسید، به او عمری دراز بخشیده ای تا ابد. جلال او در نجات تو بزرگ است، شکوه و شفقت بر او آورده ای. زیرا که برکتها تا ابد بر او نهاده ای، با شادی روی خود او را شاد کرده ای. زیرا که پادشاه به خداوند توکل می کند و با احسان حق تعالی فرو نخواهد غلطید. دست تو همه دشمنانت را خواهد یافت، یمین تو بدخواهانت را خواهد یافت. در وقت خشم خود آنها را مثل تنور آتش خواهی کرد. خداوند در غضب خود آنها را فرو خواهد برد و آتش آنها را خواهد خورد. ثمر آنها را از زمین محو خواهی کرد و ذریات آنها را از میان بنی آدم. وقتی که آنها قصد بدی بر تو کردند و دسیسه ها اندیشیدند، آن را نتوانستند به عمل آورند. آنها را وادار خواهی کرد که پشت گردانند. زههای کمان خود را بر روی آنها خواهی کشید. در قوت خود ای خداوند سرافراز باش. قدرت تو را ترنم خواهیم کرد و خواهیم سرایید.